آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم جماعت، امروز 28 محرم سال 1428 هجری مطابق 16 فوریه سال 2007 میلادی روز جمعه است. همه شما را با این روز سعید تبریک و تهنیت گفته برایتان از درگاه خداوند مهربان تن صحتی و خانه آبادی و سعادت آخرت را آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند هر یکی ما و شما را از فیض و برکات این روز سعید برخوردار بگرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. از حضرت ابن عمر رضی الله عنه روایت است که رسول گرامی محمد صلی الله علیه و سلم سوره الرحمن را نزد اصحابشان قرائت کردند و اصحاب سکوت کردند و با آرامی این سوره را از پیامبر خدا گوش کردند. وقتی که سوره به پایان رسید، پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم گفتند: ما لی اسمع الجن احسن جوابا لربها منکم. این چه حالتی است که من میبینم که شما
هنگام شنیدن این سوره سکوت میکنید، جواب نمیدهید، در حالی که جنها از شما دیده خوبتر این سوره را گوش کردند. و ما اتیت قول الله تعالی فبأي آلاء ربكما تكذبان الا قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. هر باری که من به این آیت میرسیدم که فبأي آلاء ربكما تكذبان، کدامین نعمت پروردگارتان را انکار میکنید، جنها هر بار در جواب میگفتند نه یگان نعمت تو را ما انکار نمی کنیم ای خدای رحمان، تو را ما حمد و شکر میکنیم. و همین آیه فبأي آلاء ربكما تكذبان در سوره 31 مراتب تکرار شده است که هر بار خداوند نعمت از نعمتهای خودش را برای جن و انس خبر می‌دهد، بعداً سوال میکند که فبأي آلاء ربكما تكذبان، کدامین نعمت پروردگارتان را انکار میکنید. و از این حدیث که امام مسلم روایت کرده اند معلوم می شود که این سوره نه تنها خطاب به ما و شما انسان ها، بلکه خطاب به جن ها هم هست. و از این بار دیگر برای ما و شما معلوم می شود که نه تنها ما و شما انسان ها مکلفی در شریعت هستیم، بلکه جن ها هم مکلف در شریعت هستند. و این قرآن نه تنها برای ما و شما نازل شده است، بلکه برای جن ها هم نازل شده است. و رسولی گرامی ما و شما خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و سلم نه تنها پیامبر ما و شما، بلکه پیامبر جن ها هم هستند. بنابراین ثواب است که هر باری که این آیت قرائت کرده می شود ما و شما در جواب بگوییم که هیچ نعمتی تو را انکار نمی کنیم ای خدای رحمان، ما تو را شکر کنیم. هفته گذشته ما و شما از 13 آیتی سوره اول الرحمن آگاهی پیدا کردیم و مختصراً به خاطر شما میرسانم که در اول خداوند با یکی از نامهای خودش ما و شما را آشنا کرد که آن رحمان است. رحمان به مانند دیگر نامهای خدا عزیز، رحیم، علیم، حکیم نام از نامهای زیبای خدا است. و فرق این است که عزیز و رحیم و علیم و حکیم کسی دیگر را هم گفتن ممکن است، اما رحمان بغیر از خدا هیچ کس را گفته نمی شود. بنابراین وقتی که نام یک شخص را ما بشنویم عبدالرحیم، عبدالعزیز، عبدالحکیم، ما بهتر این است که گوییم همین عبدالرحیم و عبدالعزیز و عبدالحکیم بپرگیم. لیکن اگر گفتیم عزیز یا حکیم یا رحیم هیچ ضرری نداره. اما کسی که عبدالرحمن است اگر ما گفتیم رحمان گناهکار میشیم، چرا که رحمان این تنها خاص پروردگار است. و دیگر از فضیلت قرآن ما و شما آگاه شدیم که خداوند با لطف و کرم خودش قرآن را که سخن خودش است برای ما و شما تعلیم کرده است، یعنی راه‌های تعلیم قرآن را برای ما و شما آسان کرده است. و در فضیلت قرآن پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند خیرکم من تعلم القرآن و علمه،
یعنی اهمیت قرآن در زندگی ما و شما تا آن درجه است که رسول گرامی گفتند بهترین شما کسی که قرآن میخواند و قرآن را به دیگران تعلیم میکند. اگر میخواهید بهترین امت باشید پس کوشش کنید بیشتر قرآن خوانید، قرآن آموزید و قرآن را به دیگران تعلیم دهید. و سوم، ما از آیاتهای این سوره قدرت خداوند را آگاه گشتیم که چگونه خداوند با قدرت خودش این زمین عجیب و غریب را آفریده و چگونه ماهتاب را و چگونه آفتاب را آفریده که همه اینها با یک نظام معین و با یک حساب و کتاب دقیق در آسمان حرکت میکنند و پرواز میکنند. اما ما و شما در بالای این زمین حرکت کننده زندگی آرام داریم. و چهارم، ما و شما از آیات‌های گذشته آگاه گشتیم که خداوند ما و شما را دعوت کرد به برپا کردن عدل و عدالت، خصوص هنگام خرید و فروش. ما و شما باید اهمیت دهیم که در ترازو، در میتیر، در چینک های خود کدام خیانتی روی ندهد که ویل للمطففین گویان خداوند نسبت چنین انسان ها عذاب را اعلام کرده است. و بعدا ما و شما آگاه گشتیم که در عوض نعمتهای خداوند از ما و شما شکر واجب است، یعنی لازم است. خداوند در آیت نوبتی که آیت 14 است انسان را از اصل پیدایشش آگاه می‌کند. استعیذ بالله خلق الانسان من صلصال کالفخار. یعنی ما و شما انسان ها از پدر و مادر به دنیا آمده، نوبت و نوبت نسل انسان از پدر و مادر به دنیا می آید و گفتیم که آغاز پیدایش هر یک انسان این حجیله میدترینی است که آن را عالمه های امروز حساب کرده که نانو از 1016 میلیمتر است. اما این چیز که هر روز میلیون انسان به دنیا می آید، هر چیز که زیاد شد اهمیت آن در نظر گم می شود. بنابراین به دنیا آمده هزار میلیون کودک در نظر ما و شما یک چیز عادی می نماید. و اگر گیریم که خواب انسان ها از پدر و مادر به دنیا می آیند، اما اولین پدر و مادر از کجا پیدا شدند و یا اولین انسان چگونه پیدا شد؟ اگر ما به قرآن و به همین سوره مراجعت کنیم، در آیت 14 خدای عظیم و شان میگوید که خدای رحمان، همون خدای رحمانی که انسان‌های مشرک گفتند رحمان کیست ما نمی‌شناسیم، بعداً بیان میکند که خدای رحمان خدای است که آفرید انسان را. از چی؟ از صلصال کالفخار، یعنی از یک گلی خشک شده‌ای که هنگام زدن در او صدا می‌برد به مانند صفا، که اگر شما یک ظرف صفارینه گرفتی ایستاده در آن با ناخن خود زدید از او صدا می‌برد. خداوند انسان را از گلی خشک شده‌ای که به مانند صفا صدا می‌برد آفرید. یعنی از این پیش انسان در عالم وجود نداشت. شما تصور میکنید که بین هستی و بین نیستی چی مسافه است؟ انسان چنین قدرت و چنین چینک را در اختیار ندارد که بین هستی و بین نیستی حساب کند. یعنی پیش از آن که خداوند انسان را از صلصال کالفخار آفرد،
انسان وجود نداشت در عالم، نام و نشانه نداشت و همون نبودن انسان ابتدایش از کجا هست؟ یعنی انسان مثلا به گفته مورخ ها 5000 سال یا 6000 سال یا 7000 سال یا 10000 سال پیش پیدا شد، اما پیش از آن که انسان پیدا شد انسان نبود و همون نبودن انسان ابتداش از کجا است؟ یعنی اخیری نبودن انسان به کجا رفته میرسد؟ این را انسان نمیتواند حساب کند. این خیلی چینک در اختیار انسان، در قدرت انسان وجود ندارد که ابتدای نبودن انسان کی بود. این خود قدرت خدا و عاجزی ما و شما انسان ها نشان می‌دهد. و درباره آفرینش انسان آیت‌های فراوانی هست که از جمله در آیت 30 سوره بقره میگوید استعیذ بالله و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. یعنی وقتی که از انسان حالا نام و نشان نبود، خداوند اولا به فرشته ها خبر داد که ای فرشته ها من در روی زمین مخلوقی را می آفرم که آنها همدیگر را نوبت به نوبت عوض می کنند، جانشین می شوند به همدیگر. و یا در آیت 26 سوره حجر خدا میگه استعیذ بالله ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. ما در حقیقت انسان را از صلصال یعنی از یک گل آفریدیم که او سیاه شده تغییر یافته است. یعنی خدای تبارک و تعالی از همین زمینی که ما در بالای آن زندگی میکنیم یک مقدار خاک را به فرشته ها امر کرد که به نزدش برند، خاک را بردند و خداوند فرمود که آن را با آب عرلش کنند. وقتی که عرلش کردن لای شد، وقتی که لای می ایستد رنگی رو تغییر می‌یابد، سیاهچه می‌شود. این را عرب ها میگویند مسنون، تغییر یافته. وقتی که این لای بعدا می ایستد خشک می‌شود، در اثر خشک شدن اگر به او تق تق زنید صدا می‌برآورد. بنابراین خدای تبارک و تعالی در همین آیت گفت که ما انسان را آفریدیم از گلی سیاه شده تغییر یافته. و یا در آیت 71 سوره صاد خداوند میگه استعیذ بالله اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین. یعنی بیان آور میگه به پیغمبر آن هنگامی را که ما به فرشته ها خبر دادیم که از گل من بشر می آفرم. این و چندین آیت های دیگر دلالت می کند که انسان خود از خود پیدا شده است. انسان خودش را نساخته است، بلکه انسان را خدا آفریده است. از چی؟ از همین گل. و این خیلی قدرت بزرگ خدا را برای ما و شما خبر میده. و عالم‌های امروز هم در دوام تحقیقات و تحقیقات خودشان به چنین خلاصه رسیدن که در ترکیب زمین هر چیزی که هست، مثلا کربن و اکسیژن و هیدروژن و فسفر و یود و مس و آهن در ترکیبی جسم هر یک انسان هست. مثلا عالم ها چنین تحقیقات کردن که از آهنی که در جسم یک انسان هست اگر آن را فشرده گرفته شود آن مقدار کم است و خداوند آن را آنقدر با صنعت نازک در جسم انسان جای داده است که یک ویلت برای ساعت دستی ساختن ممکن است، خیلی به مقدار کم. یعنی این روز از روز ترقی میکند و پیش میرود و ببیند که این چیز را قرآن کیها خبر داده است. اگر عالم ها در دوام هزارها سال
جستجو کرده، تحقیقات کرده امروز به خلاصه آمده باشن که در جسم انسان هر چیزی که در ترکیب زمین هست موجود است و خلاصه میگنن که پس انسان باید اینکه از زمین ساخته شده باشد. یعنی این را خداوند 1400 سال پیش به واسطه قرآن خبر داده مانده است که خلق الانسان من صلصال کالفخار، آفریده است انسان را خداوند از گلی خشک شده به مانند صفا. و اصلا مطابق و موافق آمدن تحقیقات های علمی که انسان با عقل کوتاه خودش میکند به قرآن موافق آمدنش برای ما هیچ ضرورت ندارد، چرا که انسان خطا میکند. اگر هر چیزی که انسان تحقیق کرده که خلاف قرآن است، پس قرآن نه، انسان خطا کرده است. و این خطاگی ها در تاریخ بسیار است. مثلا سالهایی بود که میگفتن انسان از میمون پیدا شده است و میلیون ها انسان را مجبور کردند که این چیز را قبول کند و این باور کند که انسان از میمون پیدا شده است. و حالا که از میمون پیدا شده انسان هیچ عالمی اثبات نکرده است و این فکری یکی از عالم‌های دهری که داروین نام داشت بود که داروین هم این چیز را اثبات نکرده است، تنها در نتیجه آموزش‌های کوتاه خودش چنین خلاصه کرده و چنین فرضیه پیشنهاد کرده است که ممکن است که انسان از میمون پیدا شده باشد. نگفته است که در حقیقت انسان از میمون پیدا شده است، نگفته بود داروین. حتی در آخرهای عمرش داروین از این فکر خودش گشته بود که نه، انسان از میمون پیدا نشده است، خودش رد کرده بود. و این چیز را امروز تمام عالم قبول کرده است که انسان از میده ترین حجیره پیدا شده است. و یک حجیره انسان را میگیرن عالم ها به واسطه اسباب‌های الکترونیک 40,000 مراتب کلام میکنن و میبینن که حجیره خودش چیست و بالای حجیره هم عالم ها خطا کردن. پیشتر عالم ها خیال میکردن که حجیره یک چیز خوردکه که از به مانند غلابه‌ای که رویش اندکی پوست نازک دارد، داخلش آب شیلمک دارد. همین قدر درباره حجیره‌ای که وجود انسان از حجیره ها عبارت است و یک حجیره آن از میلیون ها وقتی که تحقیقات گذراندن خیال کردن که حجیره این یک غلابه که معده است که در داخلش اندک آب شیلمک دارد. اما امروز علما ها وقتی که باز هم جستجو کردند و تحقیقات کردند و یک حجیره انسان 40,000 مراتب به واسطه اسباب‌های الکترونیک کلام کرده دیدن که در داخل یک حجیره اندک آب شیلمک نیست، بلکه در داخل یک حجیره که فقط با میکروسکوپ دیدن ممکن آنقدر درای و برای و تشویش و افت و خیز و وجود دارد که یک شهر نیویورک یا لس آنجلس این تشویش را دارد. شما تصور بکنید یک شهر نیویورک یا لس آنجلس چقدر ثروت دارد، فابریکه دارد، میلیون ها انسان، میلیون ها ماشین، چقدر صدمه ها میشود، چقدر ها رفت و آمد ها حرکت ها میشود. وقتی که یک حجیره انسان در زیر میکروسکوپ گرفته ایستاده تحقیقات میگذرانند میبینند که در داخل حجیره اندک آب شیلمک نیست، بلکه یک تشویش شهر کلام وجود دارد و یک چیز عجیبش را به واسطه اسباب‌های الکترونیک نمایش میدهند. جوان ها شما برید اینکه دیسکای اینکه کسیت های تماشا کنید، قدرت پروردگار شما میبینید. هارون یحیی با آیت‌های قرآنی بالای این سخن گفته است، عالم نمایان ترکیه.
مثلا وقتی که شما نان یا گوشت میخورید، هر غذایی که میخورید از آن سفیده حاصل میشود و این غذاها به هر یک حجره ما و شما رفته داخل شدنش لازم است. همون حجره‌ای که عالم ها خیال میکردن داخلش اندک آب شیرمک وجود دارد، آنقدر اسبابی مجهزی هوشیاری کارگری است که اگر شما غذا میخورید و در جسم شما سفیده حاصل میشود، حجره اگر برایش لازم باشد درش را میکشاید، سفیده داخل آن میشد، اگر نه درش را نمیکشاید. بنابراین در شریعت ما و شما میگن که در بالای شکم سیر خوراک خوردن حرام است. چرا حرام است؟ چرا که ضرر دارد. یعنی حجره شما دیگر غذای زیادتی را قبول نمی‌کند. اما اگر اندک سفیده لازم باشد، حجره در را می‌کشاید و آن را قبول می‌کند. و حتی نشان می‌دهند در اکران که در داخل حجره خانه احتیاطی یعنی کامر خرلینی وجود دارد که یک دو ذره سفیده را گرفته ایستاده در همون خانه احتیاطیش پنهان می‌کند در یک حجره که اگر مبادا انسان خوراک نیابد، خوراک را دیرتر یابد، بی سفیده بی قوه نماند و آن را برآورده ایستاده از کامر خرلینی استفاده می‌کند. بنابراین معلوم می شود که انسان با علم کوتاه خودش هرچند پیش می رود اما خطا می کند. و همچنانه که سالهای سال مردم را مجبور کردند که باور کنند به اینکه انسان از میمون پیدا شده است و امروز خودشان از این چیز دست کشیدن که انسان از میمون پیدا شده است نشده است. برعکس این چیز را ما در قرآن یافته می‌کنیم که نه، انسان از میمون نه، میمون از انسان پیدا شده است. در تعریف مثلا خدای تبارک و تعالی در آیه 106 سوره اعراف و دیگر سوره ها هم هست خبر میده که استعیذ بالله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. بنی اسرائیل یعنی یهودی ها، خدا میگه وقتی که آنها از امر خدا سرکشی کردن، ما به آنها امر کردیم که میمونهای خوار و ذلیل به مبدل شدید. و در جای دیگر خدای تعالی خبر میدهد که ما قوم سرکش یهود را به میمونها و خوکها تبدیل کردیم. یعنی انسان از میمون پیدا شده نشه هیچ کس ندیده است، نگفته است، اما قرآن خبر میدهد که انسان میمون شده است. در نتیجه چی؟ در نتیجه از امر خدا سرکشی کردنش. لیکن این میمون ها و این خوک ها همه بعد از چند روزه هلاک شدن که از آنها نسل باقی نمانده است. بنابراین هر انسانی که وی از امر خدا سرکشی می کند باید خوف داشته باشد که مبادا خداوند او را به کدام حیوان دیگری مبدل نکند. اما خداوند چیزهای آفریده است که حالا انسان عقلش آن را نمیگیرد و میگوید در آیه 15 هم استعیذ بالله و خلق الجن من مارج من نار. و خدای رحمان آفرید جن را از علنگه آتش. وقتی آتش را در میگیرانه علنگه میگیرد و زبانه میزند و بالاترین زبانه او که نهایت روشن است، خدا خبر میده که و خلق الجن من مارج من نار. خدای رحمان جن را از همون زبانه آتش آفرید. اگر انسان امروز در نتیجه تحقیقات و تدقیقات خودش درک کرده باشد که هر چیزی که در ترکیب زمین هست در ترکیب
انسان هم بوده است، پس شاید اینکه انسان از خاک ساخته شده باشد، اما انسان امروز این چیز را عقلش نمیگیرد، فکرش به گنجانده نمیتواند که خدا از زبانه آتش هم مخلوقی آفریده است، جاندار آفریده است، در روی زمین زندگی میکند، اما انسان آن را نمیبیند، آن را حس نمیکند. شاید بعضی انسانها دیدن در شکلهای گوناگون، شاید حس کردن، اما حالا هیچ کس، هیچ عالم، هیچ اسباب این چیز را تحقیق نکرده است که از زبانه آتش چیزی ساختن ممکن است. اما خداوند قدرت خودش را که رحمانی که اوی انسان تو این کار کردی که نمیشناسم، هم تو خدای رحمانی است که چخیلی که تو را از زمین آفریده است، از زبانه آتش هم مخلوق آفریده است با نام جن. و در آیت 27 سوره حجر هم این چیز را خداوند خبر میده که استعیذ بالله و خلق والجن خلقه من قبل من نار السموم. خداوند جن را از انسان پیش از ارنده آتش، از زبانه آتش آفریده بود. حالا انسان وجود نداشت که خداوند از زبانه آتش جن را آفریده بود. و در صحیح مسلم تحت رقم 7420 حدیثی هست از حضرت عایشه مادر ما رضی الله عنها که گفتن رسول خدا صلی الله علیه و سلم خلقت الملائکه من نور و خلق الجن من مارج من نار و خلق آدم مما وصف لكم. یعنی حضرت فرمودند که آفریده شده از فرشته ها را از نور، یعنی بغیر از آن که خداوند انسان را از خاک آفریده و جن را از زبانه آتش آفریده، یک مخلوق دیگری هم هست که فرشته نام دارد، ملائکه، و خداوند فرشته ها را از نور آفریده است. این هم قدرت خدا است. و حضرت فرمودند که جن را خداوند از زبانه آتش آفریده است و انسان را از آن چیزی که وصف کرده شد آفریده است، یعنی از صلصال کالفخار که خشک شده به مانند صفا، که بعدا نسل او پی در پی از میده ترین ذره که امروز عالم ها آن را حجیره نام کردن و مقدار آن هم خیلی کم است که 9 از 1016 میلیمتر است. فبأي آلاء ربكما تكذبان. کدام نعمت خدای رحمان را انکار میکنید ای جنها ای انسان ها؟ شما تصور میکنید خداوند لای را خشک کرد و به او جان در آورد، گیل لایی که انسان امروز فقط میتواند از آن کلوخ سازد، خشتی پخته سازد و بعض ظرف ها سازد، اما خداوند از گیل قالب انسان را ساخت و در او جان را داخل کرد و هر عضوی که امروز شما دارید در اختیار، سر، گوش، چشم، بینی، دست، پنجه، پا و در داخل شما روده، دل، جگر، صدها عضو، موی سر، هر یک تارش، هر یک اینها از همین یک حجیره های میدترین عبارت است که در بالا شنیدید که چگونه در داخل یک حجیره تشریش هست. یعنی خداوند بخشنده این نعمت ها هستش. اصلا آفریدن این انسان خودش نعمت است. یعنی شما یک وقت نبودید، در عالم نیستی بودید، خدا شما را هست کرد و هست کردن خدا شما را این نعمت است. و چی نعمتی که شما راه میگردید، کار میکنید، میبینید، میشنوید، سخن میگویید، میخورید، لذت میگیرید از حیات.
آیا این همه نعمت خدا نیست؟ کدامین نعمت خدا را انکار میکنید؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. هیچ نعمت تو را ای خدای مهربان انکار نمیکنیم، با تو را شکر میکنیم. رب المشرقین و رب المغربین. بعدن خداوند انسان را از زمین به سوی آسمان دقتش را جلب میکند و میگوید خدای رحمانی که شما انسانهای کر آن را انکار کرده، هم تو خدای است که پروردگار دو مشرق و دو مغرب است. مشرق چگونه دوتا می شود؟ مغرب چگونه دوتا می شود؟ چرا این آفتاب از یک طرف میبراید به یک طرف میشیند؟ چرا این مشرق خدا گفته است مشرقین مغربین؟ چرا دو مشرق، چرا دو مغرب گفته است؟ آیا قرآن خطا کرده است؟ نعوذ بالله. نه، شما به تفسیر نگاه کنید. خداوند خودش را پروردگار دو مشرق و دو مغرب گفته است. یک معنایش همین که مشرقی آفتاب و مشرق ماهتاب. دوم مغربی آفتاب و مغربی ماهتاب. یعنی آفتاب هم مشرق دارد جایی برآمد، ماهتاب هم مشرق دارد نقطه برآمد. آفتاب هم جایی نشست دارد غروب، ماهتاب هم جای نشست نقطه غروب خودش را دارد. بنابراین دو مشرق هست، دو مغرب است و صاحب این دو مشرق دو مغرب خدای رحمان است. یعنی همان خدایی که این آفتاب را آفریده با این گرمی و نور و همین ماهتاب را آفریده با این نور روشنی خودش، صاحبی مشرق ها و مغرب های این دو جرم بزرگ آفتاب و ماهتاب است. یعنی خداوند است که ماهتاب را میبرارد و خداوند است که آفتاب را میفرارد و خداوند است که ماهتاب را غروب میکناند و خداوند است که آفتاب را غروب میکناند. و معنی دومی دو مشرق و دو مغرب، آفتاب در اول تابستان از یک نقطه بیرون میبراید و به یک نقطه رفته میشود. ماهتاب هم همچنین. اما در زمستان جایی برآمد آفتاب هم دیگر، جایی برآمد ماهتاب هم دیگر. و در زمستان جای نشست آفتاب هم دیگر است، جای نشست ماهتاب هم دیگر است. یعنی یک خود آفتاب دو مشرق و دو مغرب دارد و یک خود ماهتاب هم دو مشرق و دو مغرب دارد. زیرا در تابستان آفتاب از یک نقطه میبراید و در زمستان از نقطه دیگر. ماهتاب هم در تابستان از یک نقطه میبراید و در زمستان از یک نقطه و همچنین در غروب خودشان هم آفتاب و ماهتاب در تابستان نقطه دیگری دارند و در زمستان نقطه دیگری دارند. و خداوند صاحب رب این مشرق ها و این مغرب های آفتاب و زمین است. و خدا بگوید فبأی آلاء ربکما تکذبان. کدامین نعمت پروردگارتان را انکار میکنید؟ شاید انسان با عقل کوتاهش سوال دهد که چه نعمت است در مشرق ها و مغرب های آفتاب و زمین؟ اگر با عقل کوتاه اندیشه میکنی شاید چه نعمتی است؟ اما این نقطه های غروب و شروق آفتاب ماهتاب دیگر می شود که فصل سال دیگر می شود. نقطه های غروب و شروق آفتاب و ماهتاب دیگرگون می شود که بهار می شود، تیر ماه می شود، زمستان می شود، تابستان می شود. اگر آفتاب از یک نقطه می برآمد و یک نقطه می رفت و ماهتاب هم همچنین، پس فصل سال نمی شد. فصل سال از تغییریابی غروب و شروق آفتاب و ماهتاب است. به بهار زیستن ممکن است؟ نه. به تیر ماه نه، به زمستان نه، به تابستان نه. هر یک فصل سال به انسان ضرور است، انسان محتاج آن است.
پس خداوند آفتاب و ماهتاب و زمین را آنچنان به گردش درآورد که در یک خط گردش نمیخورد، گردش خودش را آنچنان ناعیان با صنعتی بلند آهسته آهسته تغییر میدهد که زمستان میرود، بهار میآید، تابستان میشود، تیرمان میشود، باز زمستان میشود و حیات برای انسان در کره زمین مهیا میشود. آیا این نعمت نیست؟ آیا اگر ماهتاب نمیشد شما سال را چگونه، ماه را چگونه حساب و کتاب میکردید؟ اگر آفتاب نمیشد سال شماره ها همه یا ماهتابی است یا آفتابی است. اگر آفتاب نمیشد ماهتاب نمیشد، حساب انسانیت گم بود. بنابراین خدا در دوام این آیت در آیت نوبتی میگه که فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدام نعمتی خدای رحمان را انکار میکنه؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. خداوند باز فکر انسان از آسمان بلند نه به زمین بلکه به قعر بحرها و دریاها هم میکشد. میگوید خدای رحمانی که ای انسان نادان انکار کردی، خدای است که در این زمینی توب شکلی که در هوا چرخ میزند و حرکت میکند دو نمود آب را جاری کرده است که یکی شور دیگری تلخ است. اینش به اینش رفته میریزد، اما بینهما برزخ لا یبغیان. خدا بین این دو آب شور و شیرین از قدرت خودش پرده افکنده است که آبهای شیرین و آبهای تلخ آمیزش نمییابد، عرقش نمیشود. خب میگویند ژاک ایرو کوستا نام یک بحرنوردی مشهور در دوام سیاحتی چندین ساله خودش گویا در کجای آب را مهیا کرده است، دیده است و برخورده است که یکی شور دیگری تلخ، اما بین آنها هیچ چیز وجود ندارد. حتی تا قعر بحر رفته است که همچنین است، حتی از این طرف آب شیرین گرفته است، از این طرف آب شور گرفته است، در یک ظرف داخل کرده است، آن را آمیزش داده، اما باز هم آب شیرین یک طرف، آب تلخ یک طرف. خب وقتی که این چیز را اعلام میکند میگویند که نه، این چیز قرآن گفته بود 1400 سال پیش و این سببی به اسلام گردیدن کوستا میشود، یعنی مسلمان میشود، که اگر که قرآن این چیز گفته باشد پس آفرنده این آبها ذات بزرگی بوده است و مسلمان میشود. خب این بس من باز میگویم که آیا به گفته قرآن موافق میشود نمیشود ما کار نداریم. ما مسلمان هستیم، به خدا باور داریم، به قرآن باور داریم. سخن قرآن گفته است ما قبول میشیم، تسلیم. خدا گفته است که در زمین آب شیرین و شور خدا آفریده است، بینش پرده کرده است، شور به شیرین عرلش نمیشه، ما میگیم تسلیم. خدا گفته است هست همچنین. اما سید قطب رحمت الله علیه میگوید که دریا طوری جایگیر شده است در زمین‌ها که از بحر بالاتر از سطحش و بحر چقرتر است و اکثر دریاها رفته ایستاده به بحر میریزند. دریاها آبش شیرین است، بحر آبش شور است. اما همین آبی که در همین کره زمین است که کره زمین از 4 حصه 3 حصهش آب است و 1 حصهش زمین است، همین 3 حصه کره زمین آب است. برای چی؟ برای اینکه باد و هوا در کره زمین معتدل باشد و همین آبی که در کره زمین است همون یک آب است، هزارها سال باز همون آب است، گردش میخورد. یعنی در نتیجه گرمی هوا آبهای بحر بخار میشود به آسمان میرود، آب شور به آسمان میرود، اما میریزد بالای زمین ما و شما دریا میشود، آبش شیرین است. دریاها باز میروند اخیرش به بحر شور میریزند، اما آب بحر به دریا عرضش نمیشود، چرا که سطح دریای خدا بلند کرده مانده است و از
بحر باز آب شور بخار می شود و بالا می رود، باز آب شیرین می شود و دریاها به زمین ما و شما می ریزد و هزار سالها باز همین یک آب است که خدا با قدرت بی پایان خودش برای معتدل گردانیدن آب و هوای ما انسان ها این چیز را آفریده است. فبأي آلاء ربكما تكذبان. کلام نعمت خدا را انکار میکنید. لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. اما یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. از قعر همین آبهای شیرین و شور که یکی شور دیگری شیرین است، خداوند چیزهای عجیبی هم آفریده است برای انسان. لؤلؤ و مرجان. لؤلؤ گوهر است، مرجان از گوهر میده، یعنی گوهرهای میده. یا بعضی ها میگویند مرجان همون گوهری قیمت بها است و لؤلؤ میده میده آن است. خب فرقی ندارد لؤلؤ مرجان. اصلا لؤلؤ و مرجان دو حیوان است آبی که آنها از داخل خودشان در نتیجه خوردن غذا خوردن انسان و حیوانها چه اخلاقی از خودش میبرند، اما لؤلؤ و مرجان چیزی عجیبی سنگهای قیمت بهایی بیرون میبرند. چرا انسان نمیتواند باران قطرش دهنش بگیرد لؤلؤ کرده از دهنش برارد یا مرجان کرده برارد؟ چرا که خداوند این قدرت را در انسان نداده است. اما در حیوانهای میده‌ای که در قعر بحری شور یا شیرین زندگی میکنه خدا این را داده است. آنها لؤلؤ و مرجان میبرارند با قدرت خدا و انسانها میگیرند با نرخهای هنگفت در بازارها میفروشند. از آن زیب و زینت برای زنها میسازند. فبأي آلاء ربكما تكذبان. کلام نعمت خدا را انکار میکنید. لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. خدا باز یک قدرت خودش را خبر می‌دهد که در بالای دریاها و بحرها خداوند کشتی‌های کلانی را هم ساختنش برای انسان الهام داده است که می‌سازند از دور به مانند کوه می‌نمایند و حالا که در بالای آب هر چیزی وزنین را مانند باید فرو رود در ته آب. اما خداوند علم ساختن کشتی را به انسان داده است که انسان به مانند خانه چی؟ به مانند یک شهر کشتی می سازد که بالای بحرها روان است، حرکت می کند، فرو نمی رود. در بالای یک کشتی 10 سملیات می ایستد. در بالای کشتی هزارها انسان ماهها زندگی می کند با چقدر وزنینه ها، اما در بالای آب آن روان است و انسان از کشتی امروز فایده میگیرد. یکی از وسایل بردن و آوردن بار و تجارت انسان این راه آبی است. ارزانترین وسیله بارکشانی است که امروز اکثر ابرقدرت بالای همین راه است. هر یکی میخواهد خلیجی را که فایده ناکتر است از خود کند و خوجهی وی باشد. انسان از این کشتی هایی که به مانند کوه در بالای بحرها شنا میکنند زندگی خودش را تأمین میکند که این علم را به انسان که داده است؟ خدا داده است. فبأي آلاء ربكما تكذبان. کلام نعمت خدای رحمان را انکار میکنید؟ نه.
با هیچ نعمت تو را انکار نمی کنیم ای خدای رحمان. هر لحظه و هر نفس میگوییم تو را شکر. به همه شما در این راه از درگاه خداوند منان و مهربان جهان توفیق و انصاف آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند توفیق به ما و شما عطا کند که همیشه خداشناس باشیم و هر لحظه حیات ما و شما با شکر خدای رحمان گذرد. خیراتی که از طرف شما جمع شده 225 سامانه 3600 سن ازبکی و خاطر رسان میکنم که بعد از ادای نماز جمعه نماز جنازه داره که از گذری آسیا درستکنان عائله امکی ایوب جان و یا اینکه مادر اکای سری جان گذشتن در سن 80 سالگی جنازه آنکسه میخوانیم. خدا رحمت کند. و یک اعلان دیگر همین است که روزهای گذشته ما برای قبر کردن بعضی برادرها به قبرستان رفته بودیم و حالت قبرستان دیده خیلی هم خجیل شدن که همون پکیت ها و همون سلفن هایی که در بالای قبرستان های پدر و مادر ما و شما پرواز کرده گشته است و خیلی چریکین گشته است، این از دست ما و شما است. چرا ما تربیه نمی کنیم فرزند ما؟ چرا ما نمیگیم که به نزدیکی قبرستان وقتی که جای پراب باشد برده پرتاکتی توری پرتاک شما و این چیزا نپرامد؟ این چیزها به اهمیت دادن در کار. حکومت شهر هم پگاه روز شنبه حشر اعلام کرده است برای تازه کردن کوچه ها و به خصوص قبرستان. البته رئیس های محل خانه و رئیس های گذر این چیزا متصدی هستند، لیکن شما برادران عزیز همچون وظیفه خودتان از روی وجدان باید برنده ایستاده تازگی و این حشر به حصه خودتان گذارید. وقتی که یک کار ثواب یک کس میگوید شما نگاه نکنید که کی میگوید، رئیس محله است یا اینکه ایلی باشه است یا کسی دیگر. کار ثواب است دیگه ایستاده لازم است شما حرکت میکنید که حصه خودتان همون چیزا گذارید. خب بار دیگر به همه شما توفیق آرزو میکنم و دعا میکنم که همیشه مسلمان های آزاده و محیطتان هم آزاده باشد. Risale.